با آرد بربری میخوام نون گرد باگتی براتون بزنیم. ماشاءالله به خمیرگیر. مرحله اومدی، دمت گرم. سابسکرایب کن، لایک کن رفیق. اینم که 4 تا چونه گرفتم و که چونه هاشم باید بیفتن یه 5-6 دقیقه بیفتن. ببینین چه کیفیتی داره. خیلی راحت میتونین خودتون نونتون رو، نون باگت رو داخل خونه درست کنین، با کیفیت تر، سالم تر. میدونی چی درست کردی؟ هم که تخم مرغ هم زده 20 دقیقه روشن داغ باید باشه. نون باگتمون این صورت از زیر نونه